5 از وحشتناکترین پدیده‌های نجومی که میتونن مغز رو بفرستن فضا. اگه شماره 1 موهای تنتو سیخ نکرد پس احتمالاً توی فرازمینی هستی. شماره 5 سیاه‌چالا، جاروبرقی‌های فضایی که همه چیزو میمکن، حتی نور. در واقع اونا ماشینای زباله‌دان کیهانن. شماره 4 فقران پرتو گاما، درخشانترین انفجارهای تاریخ. انگار کیهان یهو با 1 میلیارد نارنجک نوری بهت حمله میکنه. شماره 3 تپ اخترها، ستاره‌های مرده‌ای که خیلی سریعتر از چیزی که فکرشو کنی پرتوهای شبیه نورای چشمک زن کیهانی طرفت شلیک میکنن. شماره 2 شراره‌های خورشیدی، خورشید عطسه میکنه و شبکه برق زمین یه ریست میشه. یهو یه انرژی عظیم آزاد میشه که میتونه زمین رو تحت تاثیر قرار بده. بعد از اینکه فضایی ترین موردو بگم، اگه فکر میکنی انسانا به ماه سفر کردن، این ویدیو رو لایک کن و سابسکرایب رو بزن. و اگه فکر میکنی به ماه سفر نکردن و همش سناریو بوده، یا قلب قرمز بذار تو کامنت ها. ویدیویی که لینکش این پایینه رو آخر ویدیو ببین تا حقیقت رو بفهمی. و اما شماره 1 انفجار ابرنواختر. این بزرگترین و شدیدترین انفجار ممکنه که موقع مرگ ستاره اتفاق میفته و نورش میتونه یک کهکشان کامل رو برای مدت کوتاهی تحت شعاع قرار بده. ویدیویی که لینکش این پایینه رو یادت نره ببینی.